اکثر ساکنان مرزی دهه سامانیان اسفره دیگر کار و فعالیت خود را یکسو گذاشته با کمک حشرچیان 2 ماه باز خانه‌های خود را تعمیر و بازسازی می‌کنند. منزل آنها بر اثر مناقشه مسلحانه روزهای 14-17 سپتامبر پررو و قسماً تخریب گردیده بود. ساکنان حالا جهد دارند که هرچه زودتر به خانه‌های نوشان درآیند تا در سردی‌ها سرسان و آواره نگردند. همین 14 بود با هم 14 خلق میشد. حضورش به چند درش تیار شد؟ حالا درش تیار. پدورش سن آمده با کنی. اینجا 4 اویل زندگی میکنه. 18 نفر. همه خورد تا کلانمون. 4 اویل زندگی میکنه. همین مناقشه 14 تا 17 شدگنده همش با کم آتش فرود رفت. خیلی که همین واهنده همه یوغنده های. بعد همین وای شدنش بعد 3 روز یا 4 روزش فرمان محترم پیشوا معظم ملت کتی دستگیری رئیس ولایت، رئیس شهر، رئیس جماعت نو تا من همین روزه خیلی که دیده استادیتون همون کو بهبودی و پیشروی کردیم که همین بر وقتتر بنیاد کنیم و تستر بیایم به منزل مکان خودمون که همین در مردم خونه خودمون بهتر گفتیم. حولی ظرافت نظر و بار دوم است که تخریب شده و از نو بنیاد گردید. دیوار خانه او نزدیک به محل قرغیزتباران است و در حادثه های مرزی اولین شده ضرر می‌بیند. آنها تقریباً 2 ماه بی خانه و جای مانده بودند و حالا خوشحالند که دیگر باره صاحبی منزلی نو شدند. این پارن آخر کرده داده بودن سوخته بود امسال با دیگه بار سوخت. حاضر اکنون یک 10-15 روز شد بتون کرینش دادگی هاشون بود. دلم بزرگ آدم. من همسایه هم که یگان سال حال غربت و کلفت نکردیم. همون سال باز من انم اینجا یک تا نبیره چم که زندگی میکنم. ایمانتون کامل باشد بچم کجایی که خدا نگه میدارد. نگه دارنده ما فقط الله کو. ما البته خواهش میکنم که همین دعاهامو تامین کنم. من با عمده همین جنب با زندگی میکنم. من اصلا خاک وطنم پفته نمیبرم و من دیگه جام زیسته زندگی میکردم هم نیست بچم. بعد از نیم ماهی سال نوی خانش طالب علمان این دهه مرزی از بینای تحصیلشان در پی آن حادثه محروم گردیده بودند. والدینشان میگویند حالا فرزندانشان به مکتب‌های دورتر میروند. هرچند ساختمان بینای مکتب آغاز شده است ولی چنین به نظر میرسد که تا زمستان مکتب بچگان در این دهه صاحب تعلیمگاه نو نمیشوند. هرچند ساکنان دهه از بنیاد دیگرباره منزل‌هایشان خوشنود هستند ولی برای زندگی در آن طلب و امیدواری‌های خود را دارند. از خداوند طلب می‌کنیم که علم دیگر جنگ جوش نشود. همه دوستی یادگیری فهمی شود و آینده من همین بچه‌ها نبیره ها نغز زندگی کندم اینجا با ما جای زندگی میکردیم و همینجا ما اینجا پفته برفتن ساس رو نمیکنیم. من با بوداسکری همین جنوب ولی که من با خدا بشکر همه جا آباد و وحشت که آیندهش با همین وقتی زیتینجا مونیتیا زندگی میبریم. همین با بهتری میشد که همین خط سرحد ما حل میشد و همین رای ما عبود میشد. همین آداری و گذاشتنش از سبب همین کم در کم بودی داشتن ما از سبب جسم و یشگویی مگر یوری تجلی از سبب روح هم و همین یقت پرابلمش همین یک موشنش موندم و اذیت میکشه. برای که شب موندم یا که سحر به بر وقت گذشته رفتم یکون اذیتش هست. قبلا مقامات اطلاع دادند که بر اثر درگیری مرزی روزهای 14-17 سپتامبر 96 حالت آتشگیری خانه‌های استقامتی و عمارت و انشاءات جمعیتی در شهر و نواحی اسفره، باباجان غفورов و جبار رسولov ثبت شده است که ضرر آن بیش از 32.6 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. جانب قرغیزستان هم عین همین ادعا را دارد و میگوید در مناقشه اخیر 321 خانه، 7 مکتب و 5 کودکستان و دیگر انشاءات ملکی ضرر دید. درگیری نیمه ماه سپتامبر میان تاجیکستان و قرغیزستان در برابر خسارات زیاد مادی صدها کشته و مجروح از هر دو جانب را بر جای گذاشت. دوشنبه و بیشکک همدیگر را در آغاز و شدت درگیری عیبدار میکنند. حالا سران جانب قرغیزستان در نتیجه گفت و شنیدها با همتای تاجیک خود از پیشرفت علامتگذاری و حل مسئله مرزی تا آخر سال خبر میدهند.
فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر اسفره.